تا یک لکان باشه میخره. اگر یک آدمی که شوقی نباشه می کفتر را قبول کنی که اگه داره پام بخره. می که تا کمیت چیز خوب باشه و میگه کم است. در بازار کمات ولی که اگر در خانه که خوب میبینه پورا آمد باش که در بازار آمد که یک تا خوش آمد بازیرم سر میسنده تا میگه بیا تو هم برو. یکی رو 12,000 فروختم، یکی رو 10,000 فروختم، دیگه می 4,000 و 5,000 و 3,000. از ما چند سال خوردن؟ خب از تو یک ساعت یک 3-4 سال خورد باشه. علی چارمغی است. خوب یک رنگ خوبی داره. ولی اگه بخری خریدن نمیشه که بفروشی فروختن نمیشه. چرا؟ کفتری که 20,000 افغانی در بازار قیمتش است. همیشه یک دوست ما گفت یک در خانه کفتر داریم بتیم تا. باز رفتیم این کفتر لایق دادن دیدم ما دادن ما. اما تو مفت و مجانی؟ نه خب مفت خب پیسه گرفت نصف پیسه. دسلاف اولش؟ اینی دسلاف اول است. خوب است دیگه بعد گفتنی نیست. نام خدا جمع جوش مردم هم زیاد است، خرید و فروش هم زیاد است. هم مردم میخره هم میفروشه دیگه. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام.